اوجا باز میفهمه که مالک متصرف کیست. والله ربنا قالو میگن والله قسم بالله ربنا که مالک متصرف مسلم مدبر ماست. ما کننا مشرکین، ما مشرک نبودیم. الله اکبر. چرا اینطور میگن؟ مفسرین میگه در حالتی میگه که از هیبت هولناک قیامت یا حواس باخته شده بیچاره نمیفهمه، در لرزه آمده این گپا میزنه. یک. دوم میگه نه، این مردم ها بیچاره یکا این شرکت توحید فکر میکردن، عین دین فکر میکردن. مستقیال همون تو رست یا نیست؟ این عین دین فکر میکنه. از او خاطر میگه ما که شرک نکردیم. دو. سوم میگه نه، وقتی عذاب الله را میبینه بسیار خوف زده میشه، فکر میکنه که اگر ما این کار کنیم شاید نجات پیدا بکنیم. از او خاطر قسم هم یاد میکنه که ما شرک نکردیم. خو لیکن الله متعال میگه دهن بند، دهنا مور و لاک میشه. الله اجازت میده به دستا، به پوستا، به پایا، به چشما، به گوشا، به تاراقی سر کلگ یک دم گویا میشه که بله شرک کردی. پیشانی صدا میزنه که سر و سجده کردی، بیری صدا میزنه که در پای پیر صاحب تو مرا خواب همینطور چی کردی؟ این چی کردی؟ شقاندی که این درونم بچی آمد به خارج آمد. یعنی قدر وی 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 پیشانی میگه مرا پایش بوی میام میداد از عرق، او مرا اونجا خوب محکم گرفته بودی، اونجا گرفته بودی. حال دیگه گپ خراب میشه. این منظر عجیبی قیامت است. الله متعال میفرمه انظر بی پیامبر علیه السلام، ای مخاطب که تو کلمه و گپا را میفهمی، کیف کذبو، چه قسم دروغ جور کردن، دروغ گفتن، علی انفسهم، بالای نفسای خود سری نفس خود دروغ گفتن. و ضل عنهم، گم شد از یام آن چیزی که کانو بودن یفترون، از دروغ جور میکردن که یا کمک کننده ماست. کجا شدم کمک کننده؟ اولی قطع نصرت میکنه یا نمیکنه؟ و منهم ما یستمع الیک، بله اینطور هم نیسته. در بین از این مردم ها پیدا میشه، میاد در مجلس تا میشینه، خب به نیت شنیدن نمیشینه. یک تا ملا صاحبا میاد در مجلس های ما باز ورق میده، مولوی صاحب توی ابو حنیفه را زیاد یاد میکنی. چی رقم خود زیاد یاد کردیم؟ خب خوب کردیم، زیاد که یاد شو خوب که کار است. آمده به این خاطر که تو به یک امید خوب به انصاف بشینی، تا عناد و حسد دور کرده باشی. نه، به عناد میشینی، فقط دیگه گپ نمیشنوی، یک گپ میشنوی که امام ابو حنیفه گفتم یک دمه جانی بشی. حالی که دیگه دستور آورده که محکم میگیرته که یک 4 دقیقه بشی، تو سعی که خوب گپ گوش بگی نه 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 برو بخیر. الله متعال وقت میگه پیغمبر علیه السلام و منهم بعضی از این مردم ما یستمع الیک، بری تو گوش میمانه. و جعلنا، لیکن نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ اراده فهمیدن نداره. چرا؟ اینمی قدر عقده در قلبش وجود داره، سخن تو را از حیثیت دوست نمیشنوه، بس حیثیت دشمن میشنوه. الله اکبر. ما باز گله داریم. چرا مردم در درس حاضر میشه باز عملی خود درست نکرده. با زبان مبارک پیامبر این مردم می آمد صلی الله علیه وسلم. و جعلنا علی قلوبهم، ما گردانیدیم بالای دلهایشان اکنتا، پرده ها. از چی چیز پرده گردانیدیم؟ ای یفقهوا، از کی یا بفهم سخن تو را. سخن حق هر کس فهمیده نمیتونه که الله توفیق نداده باشه. موحدین وقتی که در مجلس بیان توحید شروع میشه، لباسش کلان شده میره، فراخ شده میره، خوشحال شده میره. وقتی که مجلس خلاص میشه، تو میگی 2 سیر گوشت گرفته، 2 سیر. کمی کلمه توحید یاد میشه، یک دفعه دلش تازه میشه، بیدار میشه. اما کسی که مشرک است، نعوذ بالله، کلمه توحید که میشه آرام نمیگیره، زمین جای نمیده. ما خود هر جای تقریرای خود بگوی، یک تقریرم ان شاء الله بی عقیده توحید نیست. بگو در پانتون گپ آوردم ده الحمدلله، نقطه را رساندم در محسنین. خوب ده یک الحمدلله مفهومش چیست؟ اگر نه گپ خود موردی چی بود؟ مسئله ختم قرآن کریم بود، در مورد قرآن گپ میزدم. خود توحید خطش یک شینگ دادم، مسئولیت توحید ادا کنیم. خوب دستالف
اونجا هم دستاربندی بود. وقتی که در توحید چسباندم که شور با شور طرف برشه، هی با من نکنی کاغذ بده، غال مغال شروع کردن. الله اکبر. توحید شما یا نمیپذیره، بد میخوره سرش. تو بگو که از الله بخواه، همین که بگو که از الله بخواه بس دیگه خلاص یا در میگیره، مثل که آتش برش داغ کردی بس. یا عظمت الله را قائل نیستن، هیچ وقت به الله کسی را دعوت نمیده. بزرگی قبرها را بیان میکنه. خو دیدم خو. یک نفر مرا چی میگه در منطقه ما میگه امی سوره انعام بود ترجمه میکردم، یک نفر برای میگه حالی شهیدا هیچ چیز نمیتونه. من گفتم هیچ چیز نمیتونه، شهیدا با ما تو ضرورت داره که دعا برش بکنه. خو گفت من خو دیدم که نمیجا قوا آمد او یک دم همی شهیدا در مقابلش خیز زد، این ترکت چی که تار مار کرد. من خو بود. خو میفهمی؟ در خو تو پاچام میشی سری کل دنیا، اما که چشمای تواز کنی که در خانگه کی تاری یکی چیسته پخپلوگک افتاده خو یک دفعه می چادر تکون دود برآمد. یا سیکو شهیدا را قبول نداره یا شهیدا را قبول نداره. عجیبه ولی تعجب است. الله رحم بکنه. خب لیکن این مسائل چی درس میده برای ما؟ یعنی واقعا انسان احساس میکنه رنج و مشقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در بیان این عقیده کشیده. و شما خو مسلمان هستید، اگر 10 نفر رد میکنه یک نفر تایید کننده خامخا موجود است. بسیار سخت است. و فی آذانهم وقرا، در گوشایشان گرنگی است. اسباب فهم 3 چیز است: قلب است، چشم است و گوش است. با چشم میبینی حقیقت، با گوش حقیقت میشنوی و با قلب تفکر میکنی، میاندیشی. زمانی که اینمی قوت ها را الله برای اینمی مقصد داده و تو از ابتدا در تلاش عزیزی که نه نمیاندیشم، اینی حقیقت هیچ نمیبینم حقیقت چطور دیده نمیتونه. براتون گفتم دیش سفید در پاریس نماز خواندم، پسان که سلام دادن گفت این رقم استاد بشه، مرم در بین گرفت خودم و نفر دیگرم. گفتم مردم سعی کنیم اشتراک چقدر دروغ میگه چقدر دروغ بسته میکنن. عناد اینمی طور است. خب چی میگه؟ نفرها برای ما میگه مولوی صاحب شاگردای دیگه هم دست آمده، اینجا دست گرفته. مگه دروغ نگو، الله تو را خوار کنه. هیچ کدام از اینجا دست نگرفته. از اینجا دست گرفته تو علی تکذیب میکنی اینی که استاد میشه. دروغ نگو، این قدر استاد شده نمیتونه پای از این قدر دیگه فراغ نمیشه. عجیب است. نعوذ بالله. چقدر تعصب، چقدر ضد. علت است که نمی اسبابی که الله در وجود داده ایره در کار نانداخته، نمیخواد که در کار بندازه. الله متعال زمین خاطر میگه اینجا خو الله میگه که ما پرده انداختیم، لیکن ایتو نیست. منظوری الله متعال است که اینمی اسباب این غلط استفاده کرد، غلط استعمال کرد، دیگه نتیجه خود به خود چی میشه؟ مرتب میشه. کلکینه که بند کنی هوا بند میشه یا اعلا میشه؟ بند میشه. کلکینه خودشان بند کرده، خود به خود هوا بند شد. و یرو کل آیت لا یؤمنو بها، یا ضد داره، عناد داره یا دم مرحله اول حق جویی و حق طلبی هم قرار نداره، بلکه اعراض شک خدا را داره، بعد از او روگردانی داره، بعد از او تکذیب داره، بعد از او استهزاء داره در مقابل تو. از او خاطر و یرو اگر ببینه کل آیت، هر معجزه را که خودشان هم خواسته باشه، امو بیایم لا یؤمنو بها، سری هر آیت سری ایمان نمیاره. هر دلیل توحید که بیاری یا ایمان نمیاره. حتی اذا جاؤک، تا ای که میاد، وقتی که میاد برای تو، تا ای که بیا پیش تو، یجادلونک، بجای از اینکه سخن تو را گوش بگیره یک دفعه بشنوه، بعد از او بره قطی خود امین جمع نه یک شوقتش قطی خود بگیره، سنجش بکنه همین پیغمبر ما را کدام طرف دعوت میده، فایده خودش است یا نه. یک دفعه برای کسی گفتم والا افغانستان برعکس دعوت میچله. گفت چی رقم؟ ما گفتم در افغانستان که یک آدم جیبش بزنی پیسیش بگیری، باز چپک کنیش خوب پوزیش در خاک بمالی، باز بعد از سر از هم یک بلک گله بگیری در سرش هم پرتی، بعد زیله کنی، باز می السلام علیکم، می دستی تم بوسه میکنه. اگر یک آدم
افغانی را که از گل افتاده که او را بالا کردی، باز تو خودت خطی دستی مبارکی تو خطی دستمالی گلایش پاک میکنی، باز بعد از او دلت سرش میسوزه، چند روپم برش میدی که برو پس دور میخوره، میگه هیچ زنی تا اینطور کن. اینه قسم از افغانستان. گفتی این مثال چرا دادی برای ما؟ گفتم چرا نی؟ مولا صاحب دوسام جور میکنه تانه که برش میگی ترجمهش رو که شما می سری ترجمه چی میفهمی؟ نعوذ بالله حیوان جور کرده تانه، ای جنسان براتان نمیگه. خب جیبای تانم زده رویست، یا دیلی اسقاط یا ده صدقه فطر، ایرام زده میره. باز چی میکنه؟ میره ده ختمایتان خواب بیزتشان میکنی، پس که میره دوس هستی که چی رقمی طعام پخته که چی رقمی زم داره. طعامش نمک نداشت، کلی شکر دیا نکرد. گفت بله ها. گفتم ما بیچاره ما موحدین سعی کنیم نه قیران میگیریم، نه 16 پولی میگیریم، نه ختمی تانه میخوریم، نه نانی تانه میخوریم، بر علاوه ترجمه قرآن شما میگروزیم ما از پشتی سریتان واکم گرفتیم. یک دقیقه بیش یک دقیقه خیر است، خیر است، اگر کارم داری خیر است، ولی کار دارم یک چیز کرایه تمام میدم، کرایه تمام میدم. تو امروز قطعا برو دمی ترجمه قرآن کریم همین طور است یا نیست؟ مردم خطی خود نمیاری، زمواری کرایهش نزده یا چی میکنه؟ نه 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 اینجا که آوردی 4 دقیقه 6 که پس بر آمد، این بچه پدر نالم، این بچه مرا در کجا آوردی؟ مرا در کجا آوردی؟ الله اکبر. افغانستان همینطور است، الله رحم بکنه. نمیکنه. و اذا جاؤک، حتی اذا جاؤک، تا یکی بیا به پیش تو، یجادلونک، قطع تو گفتگو میکنه، بحثا میکنه. توحید میمانه، لنگیره چرا سر نکدایی؟ حیران بمانی که خطی ازی چی بحث بکنی؟ لنگی را چرا سر نکدی؟ باز که از لنگی خطا بخوره، تو در افغانستان چرا زندگی میکنی؟ و طرف جهاد فرض است، یهود و نصارا آمده توی گپا را میزنی. خوب ملا صاحب من خو همین قدر مردم ها را خو سنت خبر کردم، تو خو بدعت هم خبر نکدی مردم ها. حالی همین یهود و نصارا تنها با ما آمده یا با تو ما آمده؟ خب بیا بکردی ما برایم. هنوز ما نمیخورم از همون چیسته بگه کنجاله میگه چی میگه؟ از کنجالش خو نمیخورم. تو خوردم رایستی. تو چرا ملامتی را سر بم اندازی؟ بسیار دوستای ما را چقدر رقم اغوا میکنه. این مردم ها پیدا شده نفاق ده بین انداخته و طرف یهود و نصارا. تو خو یک روز یهود و نصارا نکوبیدی؟ هر روز که سر جنازه منبر بالا میشی این مردم های نو پیدا شده، ها مردم یهود نصارا وهابی و فلان، چی زده رایستی؟ تو چی کردی؟ بگو برام. الله اکبر. قرآن کریم چقدر حقایق برملا میکنه. شب دیشبی ما قطع امروز فرق داره؟ همون شب دیشبی ما امشب است، همون تاریکی، همون دعوت، همون حالت فعلا هم است. یقول الذین کفروا، میگوین کفار، این هذا نیست ای گپایی که تو میگه پیغمبر علیه السلام الا اساطیر الاولین، این قصه های کیسته؟ کونه هاسته، کونه پرستایی گپا را میزد. بری تو چی میگه؟ این گپا را بگذاری، گپای وابی هسته. گپای وابی را برای ما گفته رایست. و برادر گپی قرآن است، به الله قسم گپی وابی نیست، گپی قرآن است که برات گفته رایستم. باز چی میگه؟ و هم ینهون عنه، و این مردم ینهون عنه منع میکنه از قرآن کریم. مردم در هر جا استاد است، وقتی که پشتر میبینه میکنه. مردم میگه این پشتری وابی است، هیچ گوش کنه که دختر زن من نیتانه ایجا روان نکنه در این مرکزا. با چشم سر میبینه. خب که این حالت ها واقع نشوه، آیت قرآن آدم نمیفهمه. فایده از این میبینی؟ تفسیر قرآن وقتی آدم میبینه که مردم موجود باشه که عملا کار کنه، باز بعد از تو آیت قرآن ببین. و هم ینهون، این مردم ها منع میکنه مردم دیگر عنه از قرآن کریم، پشتری قرآن میکنه. مردم ها میگن نروید در این مرکزا. باز چی میکنه؟ و ینهون عنه، خودم به نفس خود دور میروه. یک قدر اظهار نفرت میکنه که پرسان نکن، یک روز اینجا نمیایم. و یهلکون، خو الله چی میگه؟ هلاک نمیسازه الا انفسهم، بجز از نفسای خود. تباه کرد، برباد کرد نفس خدا. چرا تباه برباد کرد؟ اصل خو مسئولیت همین ملا صاحب بود که همین قرآن در مسجد خود برای مقتدیای خود میگفت که خواهر بگوی از خیرخانه، از سری کوتل، از دوغابات در اینجا نمی آمد. مسئولیت خودش بود. نه تنها که مسئولیت خود ادا نکرده، خود تو که از اونجا به شوق و محبت و میل قرآن اینجا میایی، همونجا مانعت میشه. چی میشه؟
بشناسید دیگه دشمنای دینه، دزدای دینه. شما بشناسید که دینه کی تخریب کرده، کی از بین برده. قرآن کریم چی میگه برامون؟ و ما یشعرون، لیکن این مردم شعور نداره، احساس نداره که ما خودت تباه کردیم. احساس داره؟ نداره. یا اینطور فکر میکنن که ما خدمت در مذهب میکنیم. خدمت چی میکنیم؟ خدمت چی میکنن؟ بگه در مذهب خدمت کردن سبب نجات جنت خدا. چی کرده؟ شانورشاه کشمیری رحمه الله عالمی برجسته است، فیض الباری که شرح بخاری فارسی از اموسته، استاد بسیار علما در دیوبند عالم بود. مفتی شفیع که معارف القرآن تفسیر جور کرده، مفتی شفیع صاحب الله رحمت کنه کلشانه، این شاگردش بود. یک روز داخل میشه که گریان داره، از پیش سوال میکنه وجه گریانه که شاه صاحب چرا گریان داری؟ گفت نه بس دیگه سوال نکن. این خیلی اصرار کرده که نه وجه گریانم باید برای ما بگوی. شانورشاه کشمیری رحمه الله برش میگه که عمرم ضایع شده از او خاطر گریان دارم. مفتی شفیع صاحب رحمه الله برش میگه عجیب، تمام عمر تو در تفسیر در دوره حدیث در دیوبند تیر شده، در مرکز بزرگ دنیا، مرکز تعلیمی بزرگ دنیا، تو میگی که عمرم ضایع تیر شده؟ خیر دیگه خو هلاک است. گفت نه تو نفهمیدی. گفت به خاطر ضایع تیر شده که من خدمت قرآن و حدیث نکردم، من خدمت مذهب حنفی را کردم. هر جای که حدیث پیغمبر آمد چاپه کردیم و گفتیم که اینجا ما این قسم چی داریم؟ جوابا داریم. از این حدیث یک جواب، دو جواب، سه جواب، چهار جواب، این پنجم جواب. با خدمت به حدیث نکردیم، خدمت به مذهب کردیم. امروز ملاهای امام خدمت به مذهب میکنه، فکر میکنه که ما بگه بسیار افتخار کمایی کردیم. قرآن میگه این یهلکون الا انفسهم، هلاک نکرده مگر نفسای خدا. و ما یشعرون، نمیفهمه نمیدانه. خدمت به حدیث رسول الله بکن، خدمت به راه رسول الله بکن. اگر یک نفر میگه که بیا طرف راه رسول الله، او یک دفعه میگه تو 4 دفعه بگو. او یک دستی خدا به این خاطر شور داده رایسته، تو اردو دستی خدا شور بدی. میدن شور. ولو ترى اذ وقفوا على النار، بسیار عقیده انقلابی است. عقیده آخرت عقیده انقلابی است. عقیده آخرت انسان میسازه، انسان بیدار میسازه، از خواب غفلت بیدار میسازه. عقیده آخرت از گوش انسان اینطور میگیره، برای اینطوره کلیت شور میده، خبرداری، خبر شو، آگاه شو که چی در پیش رویت است. اینه پیش روی چا نرو که میفتی. عقیده آخرت همیطور است. الله متعال انقدر رؤوف و مهربان ذات است که همین مناظر عجیب قیامت بر ما در اینجا در دنیا پیش کرده است، به این خاطر که ما بیدار شویم. کدام است؟ ولو ترى اذ وقفوا، اگر تو ببینی مخاطب پیامبر علیه السلام، اذ وقفوا، در آن وقتی که استاده کرده شوند، علی النار، بالای آتش جهنم، فقالوا، بگویند این مردم که سر آتش استاده هستند، یا لیتنا، ای که افسوس، نردو، که باز میگشتیم، ولا نکذب بیایات ربنا، تکذیب نمی کردیم، نسبت دروغ نمی کردیم با توحید، بیایات ربنا، با دلایل توحید پروردگار خود، با احکام پروردگار خود، و نکون من المؤمنین، ما واقعی مؤمن جرمی شدیم. ای افسوس، یک مرتبه ما باز در دنیا می رفتیم. الله امو افسوسه پیش از پیش بری تو بیان کرد. او خو سرحد عملی است. در سرحد عملی خو بری تو موقع هم نیست که تو پس بیایی. خو امکان است، حالی وقت تو خبر شده، حال امکانات در اختیار خودت است. مؤمن واقعی جور میشانی که هیچ باز افسوس نخوری. آیات پروردگارت، تکذیبی کی را نکو، بگو آیات پروردگار. الله اکبر. یک آدم، یک عالم قرآن بر ما الو کرده و ما میگیم که نه، ایام بر ما دروغ میگه. نعوذ بالله. این تکذیب آیات الله است یا نه؟ کسی که مانع مراکز ترجمه قرآن کریم میشه، اینمی آیات الله را تکذیب کرده است. بدالهم ما کانوا یخفون، بدالهم، بلکه واضح ظاهر میشه برشان، ما او عقیده یا او افسوسی که کانوا بودن، یخفون من قبل، که پنهان میکردن پیش ازی. کدام نفاق یا کدام شرکی که قبلا پنهان کرده بود، حالی برش آشکارا شد. ولو ردو، لیکنی بدبختا آنقدر متکبر، آنقدر لجوج عنادی،
آنقدر مردم بی احساس است. اگر باز گردانیده شود دنیا لعادو باز میگردن لما برای عملی ناشایسته نهو که من کرده شدن آنو از او عمل. باز همو زور امام زدی تراویست. ما که مریضی سر ما بیا باز خیلی توبه میکشیم میگیم یا الله از این مریضی جور کنید تو نماز بخوانم که از مریضی جور شد باز نماز دراتش نیست. باز میبینی که در قصه خانه رفته، باز میبینی که در مجلس موسیقی نشسته، خمار نشسته. انسان همین طور است یا نه؟ همین طور است. وگرنه الله متعال ما را وقت خبر میکنه که نکنه اینی طور حالت آمده نیست. و انهم لکاذبون، یقینا یا دروغ میگن. همین جمع می افسوسی دروغ میخوره. بنده هوا و هوس بود. چرا آیا در دنیا برایشان اینطور کسی نبود که را بیدار میکرد؟ امروز آیاتهای قرآن کریم کلی ما را بیدار کرد یا نکرد؟ که باز ما رای توحید نگیریم، رای قبرها را گرفته باشیم بازوش افسوس کنیم. افسوسی ما بیجاست یا بجا؟ بیجاست. و قال میگوین این هی الا حیاتنا الدنیا. یک تعداد خو بیخی از سر منکر است. زندگی کجاست میگه؟ کی از قبر آمده؟ درست دنیا است، بعیش عشرت تیر که بیا که بریم دمو مجلس. اتر مجلس از فرهاد دریا میه، پیروز قندوزی است. خبر داری اونجا دخترها رقص میکنه. لذت هاست. انکار میکنه از زندگی آخرت، میگه فقط دنیاست. و قالو میگوین این هی نیستی دنیا الا حیاتنا الدنیا، نیست زندگی مگر همین زندگی دنیاست. بس زندگی دنیاست. و ما نحن بمبعوثین، ما نیستیم که پس زنده کرده شویم. گیاه واری نمیتور پس که میرویم. یک تعداد داروین خو میگه روحی هر کس همون طور میره، از کسی ده سگ داخل میشه، از کسی ده خنزیر داخل میشه. همین طور میگه نمیگه؟ خب یک تعداد چی میگه؟ کمونستا میگفتن انسان ها مثل گیاه واریست، بالا میشن رونق میگیره، یک بهار داره پس خاکستر میشه. ایگه پاره میزنه. یقینا زندگی دنیا، بله زندگی دنیا حیثیت نداره، اما از این حیثیت که برنامه مقدماتی برای زندگی دیگه است. و حصول سعادت و نیکبختی و جهان در کجا حاصل میشه؟ این دنیا است. ولو تری اذ وقفوا علی ربهم، اگر تو ببینی مخاطب پیامبر علیه السلام در آن وقتی که استاده کرده شوند علی ربهم در پیش پروردگارشان، چی میبینی؟ لرأیت امرا فظیعا، تو میبینی که خیلی هولناک، خیلی هیبتناک و حالت میباشه در پیش الله خدا آدم استاد باشه.